آخه راوی ماندن در نامی راوی که گفتی گپا رزاندی بریدی. برادر زیبیست. پهن کردن فحشه و به حیاگیت یک طرف ایستد، تو باز به ادب و بد اخلاق هم بوده ای. واقعا از عقل قرضدار بوده ای. در برنامه سگجنگی پر از فسق و فجورتان به مدینه بلاگر خطاب کرده که راویت ماندن در نام راویگی گفتی گپا ریزاندی. ریدی این گپ چی معنا دارد؟ شما فاسدها جامعه را حرام کردید. زیبیست. دیدی رستم خالکوبی یعنی تتوی پنهان کرده تو را مجبور کشاده به مردم نشان داد. من نمیدانم او ترغیب بود یا تحقیر. من به تو نسبت تتویی که در بدنت داری از پیامبری که 1446 سال پیش برای هدایت من و تو دعاهای زیاد کرد و اشک میریخت و مشتاق دیدن ما مسلمانان آرزوی اساسیش بود، یک پیامی دارم که میفرمود الله لعنت کرده از شخصی که خالکوبی میکند. در روایت بخاری. یعنی شخصی که در بدن خود فرق ندارد در دست باشد یا در سر و رو با اسباب مخصوص از زیر پوست رسم میکشد. فرق ندارد رسمی چیزی باشد، خواه حیوان باشد یا پرنده یا انسان یا گل و درخت یا نوشتجات. خلاص هر رسمی باشد حرام است و صاحب این جسم و جان از جانب الله لعنت شده است. جوان مردان محترم، از این فعل بد و ناجایز و پس کننده نام مردی یعنی تتو، زنجیر در دست و گردن کردن خودداری کنید تا در لعنت الله یگانه گرفتار نشوید.